بیا بریم با هم دیگه پیغاما رو بخونیم. چرا اپل آیدیم نات اکتیو شده؟ چرا تو سایت اپل نمیشه اپل آیدیم لاک شده؟ آخر نفهمیدیم فایند مای اپل آیدی رو خاموش بذاریم یا روشن. این چه پیامی موقع دانلود برنامه میاد؟ خب بیا به توضیح بدم چه خبره. این یعنی که اپل آیدی نات اکتیو شده. زمانی که توی گوشیت موقع دانلود برنامه‌ها یه همچین اروری دیدی یا توی ستینگت اتومات واسه خودش ازت رمز خواست، این یعنی که اپل آیدی نات اکتیو شده. حدوداً 1.5 سال هست که ما به این مشکل برخوردیم که اپل آیدی خود به خود دارن نات اکتیو میشن. ما واسه حل این مشکل گفتیم که حتما اپل آیدیتون رو توی اپ استور وارد بکنید برای دانلود برنامه. اگر میخواید تو ستینگ وارد کنید به این حالت که آیکلود هم روشن بود، فایند حتما باید خاموش باشه. چون اگر روشن باشه درگیر میشه اپل آیدی با گوشی. زمانی که فایند اپل آیدیتون خاموش باشه، این به این معنی نیست که اپل آیدی قفل نمیشه. فقط واسه اینه که اگرم قفل شد راحت بتونی از روی گوشیت برداری. پس واسه همین فایند تو خاموش بذار. اگر تو سایت اپل رفتی و اپل آیدی تو وارد کردی، یه همچین پیغامی گرفتی که اینجا ریکوست اکسس نوشته، اصلا روش نزن، چون به این حالت در میاد و اگر روی این حالت در بیاد دیگه اپل آیدی باز نمیشه و اگرم بخواد باز بشه حتما یه هزینه سنگینی برات برمی‌داره. با ما همراه باشید تا آموزش‌های بعدی.